موافق گذاشت دیگر حریف از چنگش رها نشد و همین ترتیب به مرحله نیمه نهایی رفت و ببینیم جفت بعدی باز چهره هایی که رقابت جالب رو به نظر می رسد به یادگار بگذارند، چون ما از فردوس نسیموف این چهره تاجیکستانی خاطرات خوب داریم. انتون براچف ورزشگر جمهوری بلاروس در برابر این چهره ورزشگر تاجیک قرار میگیرد. این هم انتون براچف ورزشگر بلاروس که در صحنه رقابت‌های داخل جمهوری تاجیکستان در مسابقات بین‌المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مراتب اول اشتراک میکند و رقابت‌های فردوس نسیموف طی سالهای اخیر واقعا از نقطه نظر فنی خیلی توسعه یافتند، ولی ببینیم به هر حال چی اتفاق خواهد افتاد. فردوس بسیار یک اصولی وقتی که رقیب رو ورزشگر روس معذرت میخواهم، ورزشگر از بلاروس گفتیم، ورزشگر روس است انتون براچف، ورزشگر جوان و یعنی قدم های نخستین خود رو به صحنه رقابت های بین المللی میگذارد. او هم و فرق بین پهلوانان البته در وزن هست. فردوس نسیموف هم در وزن تا 100 کیلو میدانداری و نیروسنجی میکند و رقیبش اندکی وزنشگران است و فکر میکنم فردوس در مبارزه این دوری چهار یک نهایی باز از خود یک مهارت و ملکه بهتر هم نشان میدهد. وقتی که ما در مسابقه های بیشتری میبینیم که فردوس از سری هر دو سینی رقیب میدارد، بسیار هم خوفی زیاد حریفش رو تهدید میکنه، چون که با یک کسبیت اکثری موفقیت های غیر چشم داشت یا پرتافت های خیلی جذاب یا جالبی که میکند توسط همان اصول و پیشپا زدن برایش هم خیلی قلای است، مفید است. این رو هم در مورد ها گاه استفاده میکنند و در تالار ورزشی پهلوان شهر دوشنبه تحت رهبری شیرعلی بازارов فردوس مشق ورزی میکند. نیروسنجی پهلوانان اکنون تا این دقیقه دوم باز کم فکر میکنم سرعت افزایی تقاضا میکنند، اندکی با سرعت تر باید گشتین گیرند. داور این رو هم ببینید الکی احساس کرد برای سست هنرنمایی کردنشان به هر دو شید داد و سعید رحمان بیکر داوری درجه جمهوریوی میبینیم که حالا در روند مبارزه هر دو پهلوان بسیار هم نظارتی جدی دارد و در خصوص و کریم خان اشاره کردیم اکنون دستی چپی رقیب سری اوسینی دستی چپی رقیب رو داشته است و دیگر بار این کار است ورزشکار ما ببینید همان گونه که وصف کردید با جزئیات توصیف کردید واقعا یعنی قریب آمده بود و من گمان میکنم همون عملی که اگر اجرا میکرد همون پرتاب بالای شانه یا اصول سر کتف رو واقعا شایسته ها بود. بله تشکر. و این دیگر بار باز ببینید همون کار رو میخواهد انجام دهد و اینجا اندکی نگاه داشتی فاصله برایش مانع ایجاد کرد، موقعش آنقدر دقیق تر نبود و سری آستین دیگری رقیب رو هم نداشته بود، از گریبان داشت هم سری کتف و هم از سری هر دو آستین. در مجموع اکثری تلاش هایش که با موفقانه انجام یافتند از حسابی همین اصول انا باز هم ترتیب دیگر، اما باز هم نگاه داشتی مسافه یا فاصله نزدیکتر برایش ضرور بود. درست است. رقیبش دورتر بود، اما امید را دیدیم وقتی که ما با پهلوان ازبکستانی نیروسنجی کرد، پهلوان ازبکستانی چگونه خوب اجرا کرد. اما در مبارزه فردوس اینجا اندکی حراس است از حساب گرانی وزن که مبادا ورزشگر ما هم سنگین وزن بود. ورزشگر ما هم امید سنگین وزن بود. امید سنگین وزن و براسی و نماینده ازبکستان با فاصله عموما توجه نکرد، حتی همون خیلی از مسافه دور هم یک حرکت کرد، گویا امید انتظار بود که زود به پشت افتاد.
اما اینجا پهلوانی روسیه نشان داد که از این بند و اسلوب با پررگی برخوردار است. بله و در که جودو چهار خطا نکنم 4 کوشش فردوس ثمرآور انجام نیافت. تنها در همان روندی عملی که بسیار به او مقبول و خاص است. او باید دیگر طرز عمل کند، دیگر کار راه رو پیشه کند. و در جودو یک اصطلاح هست میگویند همین اصول هایی که حریف رو از پای در می آورد به اوج اعلا اجرا میشوند، این شیوه را مجازن، یعنی مجازن همون فنون قربانی میگویند، یعنی در حالی که اجرا میشوند همین اصول ها دیگر مداری رقابت کردن است، یعنی تقدیر قوازمایی حل است. و امروز که چون مشاهده کردیم همین اصول بعد مجازن به کدام خاطر گفتم بعضا خلاف همین عمل اگر ضد حمله باشد ورزشگر ببینید که فوراً امتیاز میتواند بگیرد، یعنی به سمت دیگر میتواند پرتاب کند، در حالی که اون ورزشگر خود را میخواهد قربان کند تا اجرای یک فن زیبای سراپا کند ولی موفق نمیشد. گلدن سکو. و در مورد همین عمل کرده که امروز نسیم چند بار داشت موفق نشد، دیروز هم از رستم باقیوف پهلوان نامآشنای تاجیک پرسیدم که چرا بعضا خوب اجرا میشوند ولی بعضا ورزشگران نمیتوانند، همان گونه که امروز ما شاهد شدیم پهلوان ازبکستانی خوب اجرا کرد ولی چند مراتب کوشش میکند پهلوانی ما نمیتواند. و او دلایلش رو در آن گفت که یعنی ورزشگری که بیشتر تمرین میکند، ببینید در با سرعیت و چون بسان رد و برق یا در عین اجرای همین عمل طوفانی کوشش میکند، عمل میکند، از این لحاظ میتواند صورت افزایی در بله صورت افزایی. فردوس الکی معلوم شد که قواش اندکی سوسی کرده ایستاده است. پهلوان روسیه همه حمله هایی که از جانب فردوس بود با آسانی برطرفشان کرد. اینجا اکنون با کلی برای باز هم پیشرفتنی یا بهتر شدن گوشین پهلوان فدراسیون روسیه الکی زمینه به وجود اومد، چون که فردوس بیشتر حمله کرد. باید شیوه رو تغییر بدهند، اینجا هم کاملا تغییر دهند و اینجا هم باید قوه قوی جسمانی لازم است که در همون وقتی مشخص تقسیم یا همون بند و بستی ان همون قوه به وقت باید ان همین طور سازگار باشد. پیوندی بسیار ناگسستنی دارد. دقیقه دومی وقتی اضافه است دیگر فردوس رجوع نمیکنه. ببینید مجبور است که اکنون اون چیزی رو خواست نتوانست عملی سازد. اکنون فرصت منتظر می شود که رقیب چی کار میکند، یعنی به دفاع میگذرد. در این حالت الکی همون قوه قوی باقی مانده نماینده روسیه اکنون افضلیش بر اعلا مشاهده می شود و وقت اکنون این را نشان می دهد. بیاید یک بار دیگر توجه کنیم. ما بسیار خواهشمند بسیار هم به ما مقبول است وقتی که فردوس در این حرکت موفق می گردد، لیکن به هر هم اون چیزی رو که می بینیم همون رو باید درست است و حرکات فردوس برای اجرای همون فن جذاب و دیدنی ببینید بار دیگر هم گمان میکنم اینجا قدرت کمر یکم کافی نیست، چون که در همین لحظه یعنی میتواند ورزشگری که همین اصول رو اجرا میکند یکم تکنیک همون بخش کمر هم مهم هست، چون بله چون با دست قسمت بالایی گریبان حریف رو کشیده او رو خم کرده در یک دو ثانیه الکی انجام اینقدر وزن گران رو توسط کمر نظارت کردم در روند این کار، این فقط توسط کمر سامان می‌یابد. درست است، یعنی قدرت کمر بسیار مهم است. ولی اما اکنون حال برعکس شد همان شیوه و همان نحوه که فردوس نسیموف چند مراتب کوشش کرد نتوانست، ولی به همان روش ورزشگری فدراسیون روسیه موفق شد. به همین ترتیب در مرحله نیمه نهایی ورزشگری روس با بک
мурод болтибоев қарор мегирад ва варзишгари тоҷикистон. акнун фирдавс дар сабқати тасаллубахш бо элмуродов нерӯ месанҷад. бале ин варзишгар дар вохӯрии ниманиҳоӣ бо ҳамон чеҳраи саршиноси ӯзбекистон Олтибоев дар сабқати ниманиҳоӣ дидор анҷом хоҳад дод. бале бубинед ҳамон партоби маъмулӣ аши ваза дар ин ҷо иҷро шуд. сабабашро медонед каримхон дар чист? бале ана ҳамон тақсим ё ҷобаҷогузории қувваи мавҷудаи Насим